برادران عزیز، امشب در شهر انورکاگل بیننده باشید که چی شاریه. تشکر از اینکه ویدیوهای ما را لایک و کامنت سابسکرایب مونین. زنده باد. خیلی خوشحالم از شما برادرها. زنده باشین. تشکر. فقط سیل کن. نه برادر، ما خنجقشم گفتادم که دیگه بخیره ما با جمع از دوستان تنام نیم دیگه بخیر ماریم در رستوران ترکیش که چی داره و چی بخوریم. شاوم که پا شده دیگه چیزی که نصیب باشه برادرها. باز شما را خبر نم که بین قنجقیزمون نان بخوری. حتما کبابه. یه خود ترکیش کباب خود نامش کباب. ترکیش کباب یعنی کباب، یعنی هم روناباده در وطن کسته، در این طرف کسته چوک موگه، در افغانستان غزنی ایران کسته فلک ها موگه. دیگه اینی کارهای مسخرگی او برادر. دیگه امشب هم که جمعه دیگه بخیر و نتر گپای دیگه شما خوب باید ما رو بینگرنین، خوب سایه بینگرنین. تشکر از اینکه خوب مردمین. مرسی که رسیدیم بخیره. ترکیش کباب چی داره دیگه در وقت خوردو بخیره شما رو خبر نم. همیالم اگر مین باید ترکیش کباب دیگه هدر دیدیم برادر جان عزیز. کباب مرغ بیش تا بایه چی میشه. تشکر. زنده باد دوستان. سلام. اینا لباین که برادر جان از نان از مور آورده که دیگه بخیر نان را کنجره از مو با هم بخیر. صاحب ترکیش کباب ما همیشه در این جمعه رفیق از مویا. تشکر از که مو را بیننده با اجازه شما در شما نمایی نگر نبیدین ما مطال کنم. بازم سلام علیکم دوستان محترم. باز در یک ویدیو دیگه از ما خوش آمدین دیگه برادر جان عزیز. دیگه برگشتی از کنستان طرف انورکاگل. بیننده باشین که این دفعه بخیر از این بغل بلدشیم ویدیو تهیه کنم و شما خوشم باید. این روزای از من کوتاه به خدا. برادرها فضا خوب شد. این حال ما رو خوب سایه میگرنین دیگه. می فیلم هایی که ما بلدهش میلوم هم یاره خلاصه شما سایل که نه باز خوبی بدیش هم کمین بدین که ما خیلی جایای دیگه هم رفتنیم و مورو به خاطر شما مورو برادر جان عزیز. تشکر. زنده باد.
برادرها دیگه در وقتا هم مفرا دیگه بخیره ما دیگه یک 20 دقیقه که حرکت کردیم پس دیگه بریم کم کم طرف خانه شما هم قدری از ما باشین و زیاد شما هم نره که فیلم ها را سیه سیل که جایای خوبه و دیدنیه هنوز فیلم ها را شما به نظرم که ندیده بودیم صبح از اون طرف خیلی افتاو بود فیلمایش قشنگ نمیمادک خود به نظرم که دیگه اینالی و نظر خودم دیگه نظر شما بگین خود نظر خود از ما نوشته کن که ما خوبه یا بعد از این پیش از ظهر خوب بود یعنی حالا بعد از ظهر خوب شده امروز نمید تشاور دیگه به خاطر شما بوداو کدم تا یک فیلم خوب دیدنی بلدهش تحویل بدیم برادرها بلدهش قصه کنیم که کسبا حرکت کردیم امروز سرک رفتیم و البته دیگه بیشترین شهود است بود که ما از امو طرف فیلم میگرفتیم ولی این طرف شمنده دک باز شما سعی کنی و لایک کنی که ما از این طرف شم بلدهشم درو فیلم های قشنگ نشو بدیم دوستان محترم شد دیگه یعنی بایلا در نزدیکای خانه همونجا رسیدم یعنی هم که دیگه گواه نسای کن اینم گواه که شاور روز اندمی داشت دمی کو اندمی جا برادر جان به دنیا دم خدا حافظتان باشد شاد و شنگل باشین خدا یار و نگهدار شوشم خوش برادرها